حیات و فعالیت رونالد کافمن. رونالد کافمن سال 1937 در شهر ژیتومیر که حالا در اوکراین قرار دارد در عائله یهودی پالشا تولد شد. در آغاز جنگ دوم جهانی عائله او مجبور شد که از فساد و تهدیدهای جنگ گریزند. آنها بعدتر به ایالات متحده کوچ بستند که در آنجا رونالد در محیط نوی زندگی و تحصیل به وایه رسید. هنگام تحصیل در مکتب‌های آمریکا شوق به فن‌های دقیق به مثل فیزیکا و متماتیکا پیدا کرد و بعداً این شوق او را به ساحه خیمیا برد. او در دانشگاه کرنل تحصیل کرد و بعداً دکتری گرفت. در دوران فعالیت علمی رونالد کافمن و یک قطار کارها و تحقیقات‌های نظریوی مشغول شد. از همه مشهور آنها تهیه نظریه فرانتیر مولکولر اوربیتال می باشد که آن فهمش روندهای ریاکسی‌های شیمیایی را خیلی ساده می کند. این نظریه کمک می کند که فهماند چگونه اوربیتال ها مولکول ها با هم تأثیر می کنند و چگونه ریاکسیه ها رخ می دهند. این نظریه در تهیه مواد نو، داروواری و صنعت کیمیا اهمیتی بزرگ دارد. سال 1981 رونالد کافمن برای کار نظریوی در سمت ریاکسیه های شیمیایی جایزه نوبل کیمیا را به دست آورد. او یکی از شخصیت های معروف کیمیای معاصر می باشد و در دانشگاه های مشهور جهان همچون پروفسور فعالیت کرده است. همزمان کافمن نویسنده با ثمر و شاعر هم هست و در ادبیات نیز شهرت دارد. رونالد کافمن با کامیابی های علمی و ایجادیش در طرح ریزی نظریه ریاکسیه های شیمیایی در علم کیمیا یک پایه اساسی می باشد. کارهایش تأثیر کلان بر رشد فن و تکنولوژی معاصر داشته. نام او همیشه در صحیفه های تاریخ و فن با احترام یاد می شود.